سلام دوستای عزیز، امیدوارم که جور صحتمند سر حال باشید. خوش آمدید در چینل از ما. دوستای عزیز صبحشون بخیر. ما اینا از کورس رخصت شده امده که ساختمانا بلدهشیم یک ویدیو بگیرم ساختمانا که نو جور شده. تا آخر همراه از ما باشید. دوستا برید که از داخلم بلدهشیم یک ویدیو میگیرم. این خیلی کجاوه، خیلی خوش میاد. دوستا عزیز خیلی کجاوه نه؟ سری؟ خیلی خوش میاد. منزل پایین شکسته گچ شده اما هنوز تکمیل نشده. در داخل هم موری بلدهشیم از داخل هم یک ویدیو میگیرم. دوست عزیز این قسمت منزل اول شکسته به این حد رسیده دیگه. خیلی کلان از زوم کنم. خیلی قشنگه نه؟ طبعا تکمیل نشده، خیلی هم طول میکشه. خیلی کلان نمیخورد. این چند نمیشه کنه؟ زیاده. خیلی زیاده نه؟ تقریبا در ولی چه ساعت باشه نه؟ بیشتر از ساعت نه. بیشتر از ساعت نه. ساختمان هم اینجا بگرد کاره. بریم منزل دوم شه نه؟ من فکر کنم 5 طبقه 4 طبقه. دوست عزیز منزلش هنوز تکمیل نشده، خاطر از که ساختمان زیاد کلانه از کارایش منده داره. دکانش خیلی خوب باشه نه؟ شاید طبقه ها دیگه بکنیشیم از پیشم سرپور کنم. خیلی چیز خوب شده. دوستا وقتی که تکمیل شدم از ماهی بلدهشم یک ویدیو میگیری یا که در حالت کار هستم بلدهشم ویدیو گرفته. واقعا خیلی لوکس جور کرده دیگه. جاوری خیلی رو به پیشرفت درست پیشرفت. معمولا اینجا چند دانه کارگر کار در حال کاره؟ اینجا تقریبا فعلا هسته تقریبا 200 نفر. کار از خیلی خوبه. از اول بار کار در 5 ماه هسته کار در می اندازه هسته. این قسمت اوتل میاد. او کارای اوتلش بعد از ساختمان شروع. این وقت تکمیل شد باز کار پایین شد.
منزل با گفته که سونوکر کلاب و کالار عروسی چیزا میشه. این چی کسی مربوط پارکینگ میشه بزنید؟ نه از خاطر چیز از خاطر کرایه میرایش آره دیگه بازار یک جای جمع باشه مثال یک منزلش یک چیز باشه دیگه منزلش بسیار خوب هم برای مردم میشه و سردردانی بیغم میشه دیگه روچال هم اینجا و دکان هم اینجا وسایلی که بخرید هم اینجا موجوده لازم نیست بازی بخیر سرک مرکش پختش باری را فهمونی با خاطری که من نشست پر بگیرم و سرک پختش با نقشش سایت او را در تصویر بگیریم بازی بسیار لکس انشالله این تو بازار باید که از کابل بال باشد کم سرک شد پس 30 متر آره دکانش بده درخت و چیزهای دیگه از خاطر به کلان باشه دیزاین چند خیلی لوکسیه از این بابا مربوطه درخت دیگه تا آخر نه این جایی که مربوطه درخت باز سامانه وسیله زنانه هستن چی رو جور میکنی؟ اوه نیکه همونجا کارت خود کن باز ما باید زنگ بزنیم خب عجیب سه بس اینا نیست بس سیست همونجا نفر هست یا نیست؟ همونجا چی کاردبان ما میگیرم همونجا بدفتر راهنمایی که در بازار هست مقصد این راهنمایی از این مارکت نمیاد قسمت کسی که فروشیه و طرف پیش کسی سیمساری میشه که مثلا تیکار کسی زنها میگرنه باز اون طرف مثلا احتیاجاتی که داشته شه میتونه برطرف کنه از یک منزل هم خیلی خوش میاد منزل بال باز وقتی که تمام چیز اینجا باشد باز مردم نیاز نیه که مثلا در بازار باید چون تمام چیز اینجا جمع رخت فروشی سیمساری تالار عروسی آرایشگاه دوستایی که میخواه منزل ششم شه مثلا که مربوط زمان میشه شاطره باید اینج دکان بره بهترین جای از لحاظ از اینکه مثلا منزل ششم اینج لیفت داره دیگه
یا کس منزل ششم را بلده مزدو خانوما کس در نظر گرفته به خاطر از اینکه هر کسی که مثلا میخواد در بخش خیاطی بگیره یا چه چیزا آرایشگاه در بخش ششم کس بلده خانوما در نظر گرفته. هر کس میخواد باز باید راهنمای معاملات اینجی نمبر واتساپ دوستای عزیز این ساختمان که تازه جور شده جوری تا 2 ماه دیگه انشالله که جور میشه. تلون میگیدیم که از پاس بره در بخش راهنمای معاملات اینجی کسایی که مثلا میخواد دکان بگیره کرایی همراه از یا میتونه گپ بزنه یا کسا هم در مورد کرایشی تخفیف داره کرایش زیاد قیمت نیه هر کس دکان بکار شه اینجا ما باز داخل چند موری نمبر واتساپ شی نمبر خطیش هم بلدشون میگیری اگر دکان نیاز داشتید میتونید کرای بید. سوال 16 رو اتلا سم بیاد یا 26 است 26 است اتلا سم رو بچش پرسم دوستای عزیز این نمبر واتساپ شه هر کسی که میخواد هیچ گپ این نمبر واتساپ تماشین نمبرش تماشین کرایه‌هاش خیلی مناسبه دیگه بلده مخصوصا دختر خانمای عزیز که بخواد همین پایه را 130 فاست صدق خراب بود اینجای بلده روش رنگی دفتر شه چای بشیش چای نه تشکر من نقشه شمش قوانیه آره این نقشه چیز که است عمومی اونمویه بازینیا که است به خاطر که نزدیک باید اینی نقشه چیه نسبه نقشه تقریبا در مورد کرایه و چیزایشی دمینش گفتیم یا در واتساپ چی کنیم؟ نه باز در مورد کرایه و خرید هر کس که میخواد که باید بخره یا کرایه بگیره میتونه که دفتر مراجعه کنه انشالله موقعش هم کار است. نمبر واتساپ شم ما از اینجا عکس میگم باز کسایی که مثلا در ویدیو سل کرد دمی نمبر مسیج کنه و بله بخیسی بخیسی زنیم از ساختمانی که در جاغوری جور شدم دیگه دفعه دیگه انشالله من از اینجا ویدیو میگیری که جور شدم انشالله 2 ماه بعد نه؟ آه نه تا ویدیوهای دیگه خداحافظ شیم.